بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرین در مسیر خودشون برای اینکه بتونن رشد کنن و در بازار باقی بمونن مجبورن محصولی رو به محصولات خودشون اضافه کنن. یعنی لازم نیست در یک بازی از زمان محصول جدیدی رو به بازار معرفی کنن. معرفی محصول جدید به بازارم کار راحتی نیست و درصد شکست اونها در بازار جهانی خیلی زیاده. به این معنا که خیلی از محصولاتی که به بازار معرفی میشن شکست میخورن، چرا که مشتریان نسبت به محصولات قبلی به اصطلاح چسبندگی دارن و حاضر نیستن احساس تعلق خودشون رو نسبت به محصول قبلی به راحتی از دست بدن. پذیرش محصول جدید توسط مشتری رو اداپشن یا تطابق میگن و صاحبان کسب و کار برای اینکه بتونن محصول جدید رو به مشتری بفروشن باید نرخ پذیرش مشتری رو بالا ببرن که البته این کار به راحتی انجام شدنی نیست. اما یکی از راه‌هایی که ریسک ناشی از عدم پذیرش مشتری رو کاهش میده اینه که طی یک فرایند نظاممند از موفقیت محصول جدید در بازار اطمینان حاصل بشه. این فرایند نظاممند اصطلاحاً با نام NPD یا عبارت فرایند توسعه محصول جدید شناخته میشه. روند رو به رشد تحولات جهانی چاره‌ای برای ما نذاشته جز اینکه محصولاتمون رو جدید بکنیم و درش نوآوری داشته باشیم. اما مهمتر از اینه که این محصول رو چه زمانی وارد بازار بکنیم. به پنگان خوش اومدید. من علیرضا خنجری هستم و در این برنامه میخوام از NPD یا فرایند توسعه محصول جدید برای شما بگم. با من همراه باشید. توسعه محصول جدید عمدتاً فرایندیه که حالت مرحله‌ای و دروازه‌ای داره. به این معنی که تا از یک مرحله یا دروازه عبور نکنید نمیتونید وارد مرحله یا دروازه‌های بعدی بشید. این مراحل برای اینه که شما از حاصل شدن برخی فاکتورهای موفقیت که باید به اون دست پیدا کنید مطمئن بشید تا در صورت شکست هزینه‌های کمتری متوجه شما بشه. فرایند توسعه محصول جدید از 3 مرحله تشکیل شده. مرحله اول برای کارآفرین محصول جدید کاملاً مبهمه و بیشتر شکل فازی یا به اصطلاح عامیانه خاکستری داره. نه سیاه سیاه نه سفید سفید. در این مرحله کارآفرین، مدیران بازاریابی، مدیران محصول به کشورهای دیگه‌ای میرن و نمایشگاه‌ها و فرصت‌های کسب و کار رو رصد میکنن. یک قسمت از مرحله اول فرایند توسعه محصول جدید اسمش هست Opportunity Scanning، یعنی اسکن کردن فرصت‌های کسب و کار تا ببینن چه فرصت‌هایی وجود داره، کجاها میشه از این فرصت‌ها استفاده کرد و یک محصول جدید به بازار عرضه کرد. همراه با این اینداستریال آرندی هم انجام میدن، این تحقیق و توسعه صنعتی که آیا ما اصلا امکان تولید چنین محصولی رو داریم تو ایران برفرض، آیا اصلا این تکنولوژی ما میتونیم داشته باشیم. در نهایت با اسکن کردن فرصت‌های محیطی و اینداستریال آرندی شما به یک چیزی میرسید که ما بهش میگیم مفهوم محصول یا پروداکت کانسپت. یعنی میدونید یه چیزی میخواد تولید بشه که به این شکل هستش و اینجوری نیاز مشتری رو حل میکنه. اینو بهش میگن پروداکت کانسپت. شاید حتی دقیقاً نه اسم محصول رو میدونید، نه برندش، نه دقیق نقشه هاش مشخصه. فقط یه چیز کلی و مبهم مشخصه که ما باید یه همچین چیزی تولید بکنیم. نام دیگه طرح مفهومی محصول تعریف محصوله. اما چگونه به این تعریف میرسیم؟ صاحب کسب و کار با مراجعه به محیطی که در اون زندگی میکنه الگو و سبک زندگی مردمان اون ناحیه رو مورد توجه و مداقه خودش قرار میده و نیازهای اونها رو شناسایی میکنه و به این فکر میکنه که چه راهکارهایی میتونن نیازهای این مردم رو تأمین کنن. در حقیقت پیدا کردن راهکارهایی برای پاسخ به این نیازها همان طرح‌های مفهومی یا تعریف محصول هستند. مثلا شما میایید تو محیط ایران، می‌بینید مردم نیازمند تفریح هستن. درسته؟ خب برای اینکه این نیاز پاسخ داده بشه چه چیزهایی میتونه این نیاز رو پاسخ بده؟ این موارد مشخص میشن، تعریف عملیاتی میشن، بعد شما یه دفعه به یک کانسپت محصول میرسی. مثلا به یک پارک موضوعی یا تیم پارک میرسی که میتونه به این طریق این نیاز رو حل بکنه. اینجا فقط تعریف محصول خیلی کلی مشخص هستش، یعنی میدونی یه چیزی به نام پروداکت کانسپت وجود داره. درسته؟ جان دویل و معاون اجرایی یکی از شرکت‌های برتر دنیا هستش.
میگه پروداکت کانسپت و تعریف محصولی خوبه که فرمول I U به توان 2 اینو توش رعایت کرده باشن. یعنی imaginative understanding of user needs، یعنی به بهترین نحو ممکن نیاز مردم توش دیده شده باشه. بعضی مواقع صاحبان کسب و کار بدون توجه به نیاز مردم و نیاز بازار محصولی رو وارد میکنن که در نهایت موجب شکست خودشون میشه. این افراد نمیدونن که شروع ورود محصول به بازار باید با شناخت مشتری همراه باشه. به عبارت بهتر، باید نیازها را شناخت، برای آن تعریف عملیاتی تدوین کرد و اون رو تبدیل به طرح مفهومی محصول نمود. بعد توی همین مرحله از کانسپت محصول یه چیزی میسازن که بهش میگن ماکاپ، مثل ماکته. اینو میسازن برای اینکه به مشتریان کلیدی نشونش بدن و به سرمایه گذارا و فیدبک بگیرن و تصمیم بگیرن که آیا ادامه بدن، برن مرحله بعدی روی این کانسپت سرمایه گذاری بکنن یا نه. ماکاپ برای این ساخته میشه. در مرحله اول ماکت ساخته میشه و تحلیل مالی کارم انجام میشه. یعنی هزینه ساخت محصول، زمان رسیدن به نقطه سر به سر، میزان فروش، میزان حاشیه سود محاسبه میشه. سپس برنامه اجرایی کار تدوین میشه. مجموع ماکت، تحلیل هزینه‌ها و برنامه اجرایی کار رو اصطلاحاً پروپوزال سرمایه‌گذاری یا پیشنهاد سرمایه‌گذاری میگن. این پیشنهاد آماده میشه تا کارآفرینان بتونن با استناد به اون منابع مالی خودشون رو از سوی مؤسسات مالی و اعتباری و یا سرمایه‌گذاران تأمین کنن. الان اومدیم گفتیم که ما تعریف میکنیم نیاز رو و نیاز جامعه رو میشناسیم. بر اساس اون شروع میکنیم یه سری مقدمات رو آماده کردن. بر اساس اون مقدمات میایم ماکاپمون رو میسازیم. بعد یواش یواش میریم جلو تا پروپوزالمون رو در میاریم. و حالا اینجا میرسه به مرحله دوم. این مرحله دوم چیه و چطوری میتونیم ما انجامش بدیم؟ تو مرحله دوم فرآیند توسعه محصول جدید اسمش هست development processes، یعنی فرآیندهای توسعه. تو این مرحله دیگه ما از حالت ماکاپ و مبهم بودن خارج میشیم. تو این مرحله اگر ما اشتباه بکنیم هزینه‌های ما خیلی بالا خواهد رفت، چون این مرحله نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری هست نسبت به مرحله قبل. تو این مرحله 3 تا توسعه باید رخ بده: توسعه محصول یا product development، توسعه تولید و ساخت یا manufacturing development و توسعه بازار یا market development. تو این مرحله باید تو زمینه توسعه محصول چه اتفاقی میفته؟ نقشه محصول، معماری محصول، اینکه این محصول چه محدودیت‌هایی خواهد داشت در میاد. توی manufacturing development چه اتفاقی میفته یا توسعه ساخت و تولید؟ اینکه این محصول تو چه خط تولیدی میخواد ساخته بشه؟ خط تولید مونتاژ کانتینیوس مستمر به چه شکل هستش؟ متوجه هستیم؟ جیگ و فیکسچرهای ما چجوری باید باشن؟ تولز، ابزارهای ما چجوری باید باشن؟ حتی بعضیا یه نمونه خط تولید هم آزمایشی میسازن که خیلی هم زمان بره و هزینه بره. توی توسعه بازار هم برنامه بازاریابی نوشته میشه، یعنی مارکتینگ پلان، و مشخص میشه که ما این محصول رو چجوری میخوایم به بازار بفروشیم، چجوری میخوایم ساپورتش بکنیم، حمایتش بکنیم، چجوری میخوایم خدمات پس از فروشش رو ارائه بدیم به بازار. مرحله سوم فرآیند توسعه محصول جدید اسمش هست لانچ یا معرفی محصول به بازار. البته قبل از لانچ رمپ اپ هم انجام میشه که حالا ما همون لانچ رو توضیح میدیم. لانچ مرحله سوم معرفی محصول به بازار هستش. پیچیده ترین و حیاتی ترین مرحله NPD همین مرحله لانچ هستش و معمولا هم تو همین مرحله محصول شکست میخوره و هزینه‌های هنگفتی رو عاید شرکت میکنه، چون شرکت ها یه سری نکاتی رو تو لانچ در نظر نمیگیرن. اولین نکته تو معرفی محصول جدید به بازار تایم تو مارکته یا TTM. باید بدونی کی محصول رو به بازار عرضه بکنی. اگه محصول رو تو زمان درستش به بازار عرضه نکنی به راحتی شکست میخوره. اگه دیر عرضه بکنی بعضی موقع ها رقباش به زودتر از شما عرضه میکنن و اصطلاحاً شما رو کانیبالایز میکنن. یعنی چی؟ یعنی هم نوع خواری. یعنی محصول شما قبل از اینکه محصول رو به بازار لانچ بکنی یکی محصولی با تکنولوژی برتر و قیمت ارزان‌تر از شما عرضه کرده و شما رو دستت میمونه.
درسته که توسعه محصول جدید و ارائه یک محصول نو به بازار برای ما هزینه داره، اما این بهونه خوبی نیست تا ما بگیم در ایران بودنمون باعث میشه که به کپی کاری دست بزنیم. بلکه علم ثابت کرده با چهارچوب‌های مشخص و نوین مثل MPD یا فرآیند توسعه محصول جدید میشه این ریسک رو کاهش داد و زمانی که به بازار محصول رو عرضه میکنیم بتونیم درآمد مناسب با اون رو هم به دست بیاریم. نکته دیگه که این وسط وجود داره اینه که ما زمانی میتونیم ایدئال ها و خیلی از ارزش هامون رو به دنیا صادر بکنیم که اونها رو در محصولاتمون وارد کرده باشیم و این یکی از راه‌های نو برای ارائه ارزش ها به اون ور مرزهاست. این برنامه قصد داشت نظر شما رو به این موضوع جلب بکنه. به این امید که این اتفاق افتاده باشه، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. با پنگان آگاهی نزدیکتر است.